باره اعتکاف و فضیلت آن معلومات بدهید. برادران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعتکاف سنت مؤکده رسول الله صلی الله علیه و سلم است، به دلیل از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم به آن مواظبت میکرد و تا آخر حیات مبارکشان انجام میداد اعتکاف را. و همچنان از عایشه ام المؤمنین مادر ما و شما روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم دهه آخر ماه رمضان را اعتکاف میکردند و این عمل را تا آخر عمرشان انجام میداد و بعد از وفاتشان همسرانشان نیز اعتکاف میکردند. حدیثی است که امام بخاری روایت کرده و همین حدیث دلالت به فضیلت اعتکاف هم میکند. پس بنابراین فضیلت اعتکاف بسیار زیاد است. باید هر مسلمان کوشش و تلاش بکند که حتما اعتکاف بنشیند. اما بعضی ها احادیث ضعیف و جعلی و خودساخته و خودبافته را که میارن در رابطه با فضیلت اعتکاف بیان میکنن بدون سند، اصلا او درست نیست. یعنی ما و شما وقتی که سخنی را میگیم، وقتی گپی را میزنیم، به رسول الله سلام نسبت میدیم، باید رسول الله سلام او را گفته باشه، نه که از دل خودمون هر سخنی را بگوییم رسول الله اینطور گفت، رسول الله اینطور گفت، در چشم مردم خاک بزنیم. چرا حق قبول نمیکنیم ما مسلمانا؟ چرا همیشه فحش و دشنام و تحقیر میکنیم؟ چرا حدیث پیغمبر را نمیخوانیم؟ وقتی یک نفر بیاید، هر کس بیاید هر سخنی بگه پیغمبر گفت، الله گفت، رسول گفت، ما چطور عقل داریم که با سند و با دلیل یک گپ باید نزنیم، بیایم فقط از دل خود هرچی بگوییم؟ وقتی که چیزی در این رابطه نباشه، بیای از دل خود بگویه که گناهش به اندازه کف دریا باشه بخشیده میشه و گناه قبلش بخشیده میشه و از دل خود گفته بره، در حالی که پیغمبر نگفته. فضیلت اعتکاف بسیار زیاد است و حدیثی را که برای شما خواندم از عایشه ام المؤمنین گفت که این قدر فضیلتش بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم تا آخر عمرش اعتکاف می نشست. و بعضی انسان‌های منافق باز میآیند دیگه چیزی که نیافتن میگن که اینا اعتکاف هم یا حرام دانستن، در حالی که چنین چیزی نیست. این انسان‌های منافق هستند، انسان‌های کذاب هستند